سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیو کانال وار تاندر موبایل ایران. امروز اومدیم یکی از تانک های تروفی این سیزن یعنی MBT 2000 رو بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا تانک خوبیه برای پلی دادن یا نه. اگه با تانک های روسی مثل تی 80 و تی 80 یوکی مقایسش کنیم، از لحاظ ریورس اسپید خیلی بهتر از اون عمل میکنه و 35 کیلومتر بر ساعت ریورس اسپید داره. و اگه بخوام نقطه ضعف‌هاشو بهتون بگم، یه اتولودر وسط تانک داره که باعث وانشات شدنش از جلو و بغل تانک میشه. و اگه بخوام تیراشو بهتون نشون بدم، یه تیر APFSDS با پن 580 میلیمتر داره و یه تیر هیتفس با پن 480 میلیمتر و TNT 2 کیلوگرم داره. و قبل اینکه بریم گیم پلی رو ببینیم، ازتون میخوام چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید و اگه تنهایی بازی میکنید و دنبال یار هستید، حتما تو گپ تلگرام من که لینکش تو دیسکریپشن هست جوین بشید. خب اینجا یکی از پلیرها قراره اشتباه بزرگی بکنه که قراره ببینید. به جای اینکه با تیر منو بزنه، موشک منو میخواست بزنه که باعث کشته شدنش میشه، چون موشک با دیلی به انمیتون میرسه و باعث کشته شدنتون میشه. اگه بخوام به این نکته دیگه اشاره بکنم، اینه که همین نقطه ضعفی که بهتون گفتم از برای تانک های روسی استفاده بکنید، برای تانک های دیگه هم میتونید استفاده بکنید، ولی مثل تانک های روسی باعث وان شات شدنشون نمیشه. مثلا مثل این آبرامز فقط درایورش فکر کنم زنده مونده. آره، درایورش فقط زنده موند، که دیگه اونو نمیتونم درایورش چه جوری زنده موند درست از جایی که درایور نشسته زدم، ولی دیگه شده دیگه. و اینجا دارید میبینید که من به همون نقطه ضعف که گفته بودم دارم تیر میزنم ولی یارو نمیمیره. چرا؟ چون یکم جلوتر زده بودم و این داداشمون که یکم ایمش بد بود و نتونست منو بزنه و باعث کشته شدنش میشه. پس همیشه بهتر دقیق به اونجایی که گفتم تیر بزنید که باعث 100% مردنش میشه. اگه یکم جلوتر بزن احتمالا نمیمیره، که بازم میبینید اصلا همه تانک های روسی، میگم همین مشکل رو دارن، تانک های روسی و چینی، اتولودرشون باعث کشته شدنشون میشه. اینجا رو میدید برای چی من اسموک کردم؟ چون بغلم اوپن فیلد بود و یک تانکی بود که میتونست منو بزنه، به خاطر اون بهتر بود اونجا اسموک بندازم و باعث کشته شدنم، اگه نمینداختم باعث کشته شدنم میشد.
یه نکته دیگه هم که هست اینه که وقتی یه نفر رو میزنید بهتره که از دندقبتون استفاده کنید و برید کاور بگیرید، چون احتمالش هست کنارش انمی دیگه هم باشه و شما رو بزنه و این باعث میشه اون انمی شما رو نتونه بزنه و این خیلی بهتره. ولی زمانی به درد میخوره که تانکتون روسی نباشه و دندقب پرسرعتی داشته باشید. خب دوستان رسیدیم به پایان ویدیو و الان بعضیتون هست که میگین خب آقا اینایی که تو گفتی رو ما بلدیم، میدونم، ولی خیلی ها هستن که مستقیم از رنک 1 تا رنک آخر رو ریسرچ نکردن و تو تاپ تیر نمیتونن خیلی زنده بمونن و این ویدیو بیشتر به اونا کمک میکرد و خیلی ازتون ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما فراموش نکنید که تو کانال و گپ تلگراممون جوین شید و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.